سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. اومدیم که توی این ویدیو یکی از قولامون رو به عمل در بیاریم. تو ویدیو قبل گفتم که اگه این ویدیو به 10 تا لایک یا بیشتر برسه اگه حمایت کنید که چیز میکنیم، مود دیمون اسلیر رو میریم و شما حمایت کردین و عالی بود. این ویدیو من حالا میخوام یه سری شروع کنم با شورت ویدیو، چون شما ویدیوهای بلندمون رو حمایت نمی کنید. من میخوام که قصه به طور قصه از او استفاده کنم، مثلا نه اینکه از جانب خودم باشه، و میخوام مثلا قصه گویی کنم. ببینم اگه دوست داشتید ادامهش رو هم بریم. خیلی عالی. خب دوستان، روزی یک پسر 15 ساله وقتی که از خانه برگشت دید که خانواده‌اش توسط موجود ناشناخته‌ای کشته شده است. او بدون هیچ تردیدی وارد جنگل شد. از بوته‌ها و درختان رد می‌شد تا به یه مقصد خوبی برسد و بتواند در اونجا پیشرفت کند و انتقام خود را بگیرد. او تنها غذایی که داشت و می‌توانست بخورد فقط هندوانه بود. تصمیم گرفت وسایل سنگی و چوبی خود را تمام کند و بتواند وسیله‌ای برای دفاع داشته باشد. بعد از اینکه آن وسایل را ساخت، وارد هر غاری میشد به بنبست برخورد میکرد و هیچ چیزی جز سنگ و خاک نبود. کم کم داشت خسته میشد، داشت تسلیم میشد. نمیدانست کاری انجام دهد یا نه. فقط غذایی که میخورد هندوانه بود. و سپس در ادامه او روزی خواست که سفر کند به سرزمینی دیگر تا بتواند برای انتقام خود آماده شود. خواست به یک سرزمین صحرایی برود و قدرت و یا تنفس خود را در آنجا کشف کند و یک دیمون اسلیر شود. بله، اون یه هاشیرا رو دیده بود. هاشیرا حتی او را نمی شناخت و او را هم کشت. دوباره خواست برگردد. بعد از چندین ساعت جستجو توانست وسایل خود را پیدا کند. او در راه گرده نپر و یک کلنگ طلایی مزخرف پیدا کرده بود. وسایل را پوشید. ببینیم قدرتش چیست. قدرتش آتش بود. آتش یعنی قدرتمندترین نوع تنفس. او خواست که کمی با این تنفس آشنا شود. دیگر همه او را شناخته بودند. او توانایی قدرت جدید را داشت. خب دوستان، اگه این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید و اگر دوست داشتید ادامه بدیم حتما تو کامنت ها بهم بگید که پارت دومش رو هم بذارم.